بر شما. من آنی هستم و اینجا پادکست آنی هستش، جایی برای شنیدن قصه های از جنس تاریخ و ادبیات، اما از زاویه‌ای که شاید کمتر به اون نگاه کردیم. تا حالا شده شعری بخونید که همزمان شما رو بخندونه، به فکر فرو ببره و شاید کمی هم شوکتون کنه؟ امروز میخوایم در مورد مردی صحبت کنیم که حدود 100 سال پیش همین کار رو با جامعه ایران کرد. شاهزاده‌ای از تبار قاجار که برخلاف سنت‌های سخت زمانه خودش شروع به تغییر کرد. اما نه با تفنگ و گلوله، بلکه با سلاحی به نام طنز صریح. امروز قراره با هم سفری کنیم به دوران مشروطه و سری بزنیم به دنیای پر از تضاد، تلخی و شیرینی ایرج میرزا. اگر به داستان‌های پشت پرده تاریخ ادبیات علاقه‌مندید، همین حالا دکمه سابسکرایب ما رو بزن تا هیچ کدوم از قصه های آنی رو از دست ندی. خب بریم سراغ اصل مطلب. بخش اول، شاهزاده‌ای که شاعر مردم شد. برای اینکه ایرج میرزا رو بشناسیم باید به اواخر دوران قاجار برگردیم، یعنی زمانی که تب مشروطه خواهی در ایران بالا گرفته بود. ایرج در یک خانواده اشرافی در تبریز به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش از شاعران دربار بودند. خودش هم از زمان جوانی هوش فوق‌العاده‌ای داشت و به زبانهای فرانسوی، ترکی، عربی، روسی مسلط بود و در همون سنین پایین هم لقب صدرالشعرا رو از مظفرالدین شاه دریافت کرد. اما داستان از جایی جالب میشه که ایرج میرزا با وجود این همه پیوندی که با دربار و اشرافیت داشت، مسیرش را کاملا عوض کرد. او از فضای متکلف، بادمجان درقابچین و بوروکراسی اداری خسته شده بود. ایرج فهمید که شعر نباید فقط در مدح شاهان و با کلمات قلم به سلمبه‌ای نوشته شود که حتی مردم عادی هم نتونن معنیش رو به آسانی بفهمند. پس او تصمیم گرفت به زبان خود مردم شعر بگوید، یعنی همون زبانی که مردم در خانه، کوچه، خیابان با اون حرف میزنند. بله، او اولین کسی بود که کلمات عامیانه رو وارد شعر فارسی کرد. این کار در زمان خودش یک انقلابی بود در ادبیات و مثل این میموند که یک نفر با لباس رسمی قاجار وسط یک مهمانی عیانی ناگهان شروع کنه به رپ خوندن. بخش دوم، جادوی طنز و تلخی شکلات صریح. اما چرا به اون میگوییم طنز تلخ و شکلات صریح؟ شعر ایرج میرزا مثل شکلات تلخ میمونه. در نگاه اول جذاب و شیرینه، خب چون روان و خنده داره. اما وقتی اونو میچشی، تلخی یک حقیقت اجتماعی بزرگ رو حس میکنی. ایرج میرزا تعارف رو کنار گذاشت. اون به شدت به خرافات، ریاکاری، فقر فرهنگی و مشکلات آموزشی زمان خودش تاخت. اون معتقد بود بزرگترین دشمن یک جامعه جهل و ظاهرسازی اونه. برای همین تندترین انتقادها رو در قالب شوخی و حکایت‌های ساده بیان کرد. ایرج میرزا استاد خلاصه کردن مفاهیم بزرگ و پیچیده سیاسی اجتماعی در چند کلمه هم بود. اون در 2 بیت کوتاه تمام دغدغه‌ها و فریادهایش رو علیه ظاهرسازی زمانش رو اینطوری خلاصه می‌کرد: هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند
غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله را به گرگ‌ها بسپردند، این شیوه و این قاعده رسم کجا بود؟ بخش سوم، میراث ایرج میرزا برای امروز. ایرج میرزا در سال 1304 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. اما میراثی از خود بر جای گذاشت که هنوز هم زنده است. اون به ما یاد داد که ادبیات نباید پشت دیوارهای بلند پنهان شود و شعر باید در خدمت جامعه باشد و همچون آینه‌ای باشد برای رفتارهای ما. شاید بپرسید چرا بعد از 100 سال هنوز هم در مورد اون صحبت میکنیم؟ پاسخش خیلی ساده است. چون دغدغه هایی که ایرج میرزا 100 سال پیش در مورد اون صحبت میکرد، یعنی نقد سطحی نگری، اهمیت آموزش صحیح به فرزندان و مبارزه با ریاکاری، هنوز هم دغدغه های زنده جامعه امروز ما هستند. اون با کلماتش در واقع پلی بین مدرنیته و سنت ایجاد کرد و نشون داد که می شود اصالت رو حفظ کرد اما امروزی و شجاعانه حرف زد. به پایان اپیزودی دیگر از پادکست آنی رسیدیم. در این قسمت تلاش کردیم پنجره کوچک به دنیای پرماجرا و بزرگ ایرج میرزا باز کنیم. راستی، نظر شما در مورد سبک طنز اجتماعی ایرج میرزا چیست؟ و به نظر شما چقدر از حرفهای او هنوز هم در زندگی امروز ما مصداق دارد؟ خوشحال میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید و اگر این اپیزود رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و برای دوستانتان که عاشق ادبیات و تاریخ هستند برای اونا هم بفرستید و البته کانال ما رو در یوتیوب و تلگرام سابسکرایب کنید. پادکست آنی به زودی با مطالب شنیدنی و جذاب تاریخ و ادبیات باز خواهد گشت. پس تا اپیزود بعدی در پناه آگاهی و انسانیت بمانید.